زن و شوهر داخل تاکسی می شوند. پس از چند دقیقه راننده تاکسی به مرد می گوید به خانومتان بگویید رنگ آرایش خود را عوض کند. من از این رنگ خوشم نمی آید. مرد عصبانی می شود. چندین فحش و دشنام راننده را می دهد و می گوید چرا به ناموس مردم نگاه می کنی؟ آیا خودت ناموس نداری؟ رنگ آرایش خانم من به تو چه ربطی دارد؟ راننده لبخندی می زند و می گوید اگر به من ربطی ندارد پس برای کی آرایش کرده است؟ اگر برای شما می بود خب در خانه آرایش می کرد. و این مرد باشد خشمش را فرو برده و نقصان و عیب خود را می پذیرد. بله برادران، دقیقاً زینت و زیبایی یک زن فقط برای شوهرش، نه برای دیگران. پس متوجه باشید.